این ماشین هیچ وقت تو ترافیک نمیمونه و روز رونماییش ایلان ماسک و کریستیانو رونالدو 2 تاشو خریدن. سونی که همیشه با تکنولوژی‌های عجیب غریبش سورپرایزمون می‌کرده، این بار ماشین پرنده ساخته. از آپشن‌های عجیبش اینه که میشه هم پرواز کنه هم رانندگی. شما تصور کن که تو ترافیک گیر کردی و نمیتونی حتی یه کوچولو نیم کلاژ کنی. یه دفعه یه دکمه فشار میدی عین جت تو جی تی ای میری هوا و تو هوا میتونی پرواز کنی و ترافیک رو رد کنی. بدن اتاقش کاملا شیشه و شفافه که باعث میشه تو هر لحظه چه توی هوا و چه روی زمین ویوی ابدی داشته باشی. جالبه که کاملا الکتریکیه و انرژی پاک مصرف میکنه و دیگه خبری از آلودگی هوا نیست. در نهایت هم ساپورت 90% هوش مصنوعی و آپشن خارق‌العاده‌اش هم ضمانت مادام العمرشه. سازندگانش گفتن این ماشین هرگز خراب و یا پنچر نمیشود. اگر شد ما پول 100 تا بوگاتی رو تقدیم اون خریدار میکنیم. به نظر شما این مدل سونی همون مدل 206 خودمون نیست؟